سلام همراهان عزیز. طور همین ما و شما میدانیم انسان طاغی است، یعنی انسان طغیان میکند، رشد میکند، کمال مییابد و یگانه چیزی که تا به امروز بسیاری از متخصصان سطح جهانی، روانشناسان، فیلسوفان، نویسندگان و عموما همه قشر فعال جامعه بر این باورند که آنچه که انسان را رشد و تکامل می‌دهد و مغز انسانی را به استقلال فکری برده می‌رساند، این بدون شک مطالعه کتاب است. و همچنین کارشناسان بر این باورند که انسان‌ها باید در این عمر کوتاه خویش بهترین ها را باید بخوانند. یعنی عمر خویش را نباید صرف مطالعه کتاب‌های بی ارزش و یا کم ارزش بگردانند، هرچند هر کتاب ارزش یک بار خواندن را دارد. ما پیشنهاد میکنیم برای شما کتاب‌های بهترینی که شما مطالعه نمودید و کتاب‌هایی که مطالعه میکنید و همچنین کتاب‌هایی که ما برای شما عزیزان پیشنهاد میکنیم بخونید، مطالعه کنید و فکر و ملاحظه خودتان را پیشکش ما گردانید و عموماً بیایید یک جایه ببینیم کدام کتاب ها را ما باید منتشر کنیم و از آن کتاب های خوانده شما، از آن کتاب هایی که شما از آنها می توانید باوری کنید که دیگر هموطنان ما نیز منفعت می بردارند پیشنهاد کنید و ما برای آماده و نشر این گونه کتاب ها اقدام گذاریم. با مرکز خرد بمانید تا بهترین ها را مطالعه کنید.